بچه‌ها اومدیم با معرفی یک بازی اسمش اسموک گیمز 23 هستش. اگر این بازی رو ندارید حتما نصبش کنید که مثل فیفاست ولی توی گوشیه و به آپدیت داره. بچه من یه دقیقه اینو قطع بکنم بعد برم یه آپدیت کنم بیام. خب بچه ها ما آپدیت کردیم اومدیم ببینید یه لیتست کارت رو بزنیم. وای چیز اومده دل پیرو. من کارتای خودم ایناش بهتریناش که اینجاست دیگه. حالا تا اونجایی که هست بهتون نشون میدم. زیدان دارم، امباپه دارم، روبرتو کارلوس انجام دادم، گورسکا رو دارم، دبروینه تو مارکت ماین ترانسفر دوتاشم فروش رفت. خب الان کوینامونم 335 میلیونه. الان من کارتایی که میتونم بخرم بچه ها یه چیزی بهتون بگم قبل اینکه این کار کنید. همه کارتای 99 رو نمیتونید بخرید، یا باید پک کنید یا باید پک کنید یا باید اسپیسی انجام بدید. فقط یه دونش اسپیسی بود، اینم دیبروینه اسپیسی نبود، ابجکتیو بود باید انجام میدادی. امباپه هم چیز بود من دارمش ولی 98 رو میشه نه یک کس نمیفروشه 98 رو، ولی مارکوس راشفورد فکرم بفروشن. 15 میل بزن بریم. یه مارکوس راشفورد هم گیرمون اومد. خوبه مارکوس راشفورد گرفتیم. تیری آنری، گارینچا، ای بابا آقا پول من به این مارکوس راشفورد میرسه دیگه. شما حساب کن. به این امباپه هم نمیرسه ولی نمیخوام خریدش کنم چون امباپه 99 دارم. من انقدر دنبال خریدن امباپه 97 بودم بعد الان امباپه 99 دارم. اوبلاک هم که داریم. آلابا هم مهم نیست برام. جینولا خوب نیست. لاکوریکس هم میشه انجامش داد. لاکازت هم انجامش دادم. انجامش باید بدیم فکر کنم. چیز اسپیسیه. این اسپیسی هایی که من انجام دادم این دوتا هم نرمون من انجام ندادم. زیدان بچه 18 تا اسکواد فقط میخواست. شفچنکو 2 تا بود، روی کوستا 3 تاست، رونی هم بکنم 5 تا میخواست. رونی این واردی هم 2-3 تا میخواست. این یه دونه میخواست. آلبا هم 3 تا میخواست. کاکا هم که فکر کنم 3 تا میخواست. خواکین یه دونه بود. بوسکت 3 تا بود. رونالدینیو همه کارتاش خیلی اسپیسی میخواد. بن وایت هم یه دونه بود. بن وایت خیلی قیمتش گرونه توی بازی. به اینقدر که گرونه بهتون بذار نشون بدم. خیلی گرون بود آخرین بار که قیمتش چک کردم. با اینکه 90 ولی خیلی گرونه. 13 میل آخرین باری که من چک کرده بودم فکر کنم 55 میل بود. آقا بریم یه دونه ترید بزنیم با کسای دیگه. ببینیم چند تا کارت بهشون بدیم اون کارت بدن. یه زید ای بابا آقا زیدان و امباپه و با اینا رو میدم بره. من میگم کارتای بیشتر بده. کارتای بیشتر. امباپه داره یارو. آقا امباپه داره خودش. کارلوس میدیم. کارلوس آقا من اینا رو میدم بره. نه آقا give me more coin.
خیلی داره کم بهمون میده آقا. 6 میلیون، من 9 میلیون دارم بهش میدم آقا. این خیلی داره چیز میکنه. جولیان آلوارز هم میدم. آقا چرا نمیده؟ آقا نمیده چرا؟ آقا چرا نمیده؟ نه با من دبروینه 99 بدم. دبروین 99 بدم 98 بگیرم مگه چیزم؟ نه 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 نمیخوام. یه دیروینه 99 بده. آقا منتظرم. نه نه بیش آقا من برو. آقا این یارو داشت چیز میکرد. این بوپر حذف میکنیم. ومپرسی هم داریم آقا تو ایش لیست. حاجی میخوام برم اتو رو بگیرم ببینیم چیه اتو. بگیرم میگیرم آقا میگیرم. مگه میشه آقا اتو رو نگیری؟ ببینم اگه قیمتی زیاد باشه نمیگیرم ولی باید ببینم. باید ببینم. 15 میده. 15 میده. دیرم خود آردبریوشو بگیرم. میگیرم. و زیدانم که خودمون زیدان 99 داریم. یکی آقا بلاهویچ چنده؟ هیچ نوافرز خوبه. پتیت هم که داریم خودمون. رونالدینیو هم داریم آقا. رونالدینیو رو داریم. بچه ها یه چیزی بهتون بدم. میشه بهتون نشون بدم. شما همتون خیلی تعجب بکنید. و نه 2 تا اتو دارم. وای اتو داشتم ابد فصل. آقا میفروشیم 15 میلو. بزنیم 414 و 770. آقا زیدان چنده؟ 6 میله. رونالدو رو باید نگه دارم. بذار پیداشون کنم. آهان بچه من 3 تا ماردینی دارم. آره میدونم عجیبه ولی 3 تا ماردینی دارم. صداشم پک کردم. این امباپه خیلی گرون بود موقع. خیلی گرون بود موقع. 2 تا هم گولید دارم آقا. چرا باورتون نشه. آقا بریم یه اسپیسی انجام بدیم. یه دونه اسپیسی توی بازی هست. اگه اونو انجام بدی میتونی یه پکیه که فقط بازی کنه که توش اسپیسی هست رو میاره. خیلی باحاله واقعا. بریم اسپیسیش چی میخواد فقط. آدرس ای بابا اد. آقا من میخوام انجامش بدم دوباره. نمیاد. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. اومد فلان. خب تموم شد تبلیغ. اینجا چیا میخواد؟ رول گذاشتم و من اینا رو نداشتم. رولو و اصلا من اینا رو آقا من همچین بازیکنایی دارم اصلا.
نمیدونم، من نداشتم اونا رو. حالا ببینیم. نکن من اصلا رول ندارم آقا. نه دارم. رول ندارم ولی فکر کنم دارم. آقا دارم دیگه. رول ولی من نمیخوام آقا. من رول دوست ندارم. میریم شفچنکو بیبی رو میذاریم. چی میخوای آقا؟ 15 کیمیستری، ریتینگ 84. قبول. چیزو میخوام بذارم باجیو، ولی باجیو نمیذارم چون بازیکن خوبیه. باجیو برای یکی از تیمامه. مرتنس، میشایل بالاک رو میذاریم. یه دوبلیکیت دیگه. حالا هیچی دوبلیکیت آردا من ندارم. پس بوون رو میذاریم. آقا بریم پایین. یه گتوسو یه رناتو سانچزی اینجا بیاد دیگه. حالا ماندینیو نمیخوام بدم من. یه دونه لیف کوردوبا رو بده. من نمیخوام ماندینیو بدم بره، ولی مجبورم بدم بره. مثل این که نه ویدیچ رو که دارم. خدا رو شکرت آقا چه ریتینگی میخواد؟ 84 دیگه. ما یه سی ام اینجا میذاریم دیگه، باید بشه 84. تولیسو بر شد 84. نانریر برونز میذاریم. جیکی میریم نانریر برونزمون رو میذاریم اینجا. خب اوکی. اسپیسی پک بود، یعنی الان هر کسی رو بده، کسایی که اسپیسی رو میده. خب خدایا ببین بچه ها، یه جارزینیو بده خدایی، یا اون گووا رو بده. آلابا نه نمیخوام نه. چرا آقا؟ یه تبلیغ داریم میبینیم الان. تبلیغ رو ببینیم، بعدش یه پک دیگه بزنیم. واقعا دلمو شکوند. راول دادم رفت، ویدیش دادم رفت. یه آلابا به من میدی؟ قضیه اینا یه آلابا کلن به من میدی؟ آقا اینا درست نیست. من پایه چنده مگه؟ یا ابوالفضل. آقا قبوله. آقا دستت درد نکنه. مرسی. عاشقتم. رول بریکرز بود. آلابا چنده؟ آلابا نافرزه. 99 میلیون میریم بره آقا. توهای 29 میلیون و 990 میذاریم بره. باید دیگه بره خدایی. سیسوکو چنده؟ 100,000 تا کنن. مونیر، استوپینان. اوکی خوبه عالی. لایتینگ راوند. ببین بچه لایتینگ راوند خیلی خوبه، همیشه بزنید از اینا. من شیفتر پک میزنم. 2 تا میتونیم بزنیم. النصیری فالکاو زدیم. از پک شیفتر فالکاو زدیم آقا. ویرم زدیم. عالی. یه سریا توتس هم بزنیم. فکر کنم سریا بود یا سوپر لیگ بود دیگه. حالا بزنیم ببینیم چی در میاد. آقا تبلیغ مزخرف خیلی اومده تبلیغ داره ولی میارزه. یه دونه 2 تا سریا 2 تا لیگون خوبه.
دنیلو پک کردیم. دوباره نه اسپتزفا کنم. حالا بریم دوباره پکس. اوکی لیگون. خدا کنه یه امباپه بده. میدونم امباپه دارم ها. ولی حالا وای یه فکر کردم امباپه هست. مارکوس تورام نیست. یه تورام دیگه است. تورام فیک. آقا پرایماکونز هم بزنید. پرایماکونز ریتمن خیلی افتضاح. با افتضاح. آقا مولر پک کردمش. دزایی هم خوبه. آقا 5% توتی بزنیم ببینیم چند تا توتی در میاریم. کلا 20 تا از این پک ها میتونی بزنی. از این 20 تا باید فکر کنم دیگه بزنیم دیگه چیزی. آقا میتونیم یه چیزی بزنیم یا نه؟ یه توتی بزنیم خدایی. بچه از ادر میلیتائو متنفرم. توتیش آیکون هنری خوبه. بچه آیکون میده گول نخورید. خوشحال نشید. این آیکونایی که میده خوب نیست. ای توتی وای دوباره میلیتائو. ازت متنفرم میلیتائو. ازش متنفرم آقا. از میلیتائو من متنفرم. آقا یا توره. آقا یا توره زدم آقا. وای یا توره زدم آقا. وای یا توره خیلی کارتش خوبه. یا 97 گرفته ولی اون نوافرز اصلا پکم نمیشه گردونه. آقا یه دونه توتی گرفتم ادر میلیتائو دیگه. آقا بذاریم این کارتی که باشه مارکت فروش رفته. ایول اتو فروش رفت. آلابا پایت نرفته آقا. ببین پایت و آلابا لوست پرایسش چیه. چون بچه وقتی شما اینو میذارید خب کمترین قیمتی مثلا یکی میخواد بخره اینا رو کمترین قیمت رو میده به اونا. خب شما کمترین قیمت بذارین که فروش بره. آقا 90 میلیون میذارین بر رو خدایی. کنته یه میده بعد پایت. آقا واقعا یه خیلی خوبه. عاشق یه که نیستیم ولی بازم چیزی بزنیم. رول بریکرز آلابا 29900. آقا 20 میذاریم بره خدایی. 20 میلیون برو. مای ترانسفر بجه گوشه بودم تا حالا نه. آقا بچه ها خدافظ. همین لایک کنم.